اینم تنها حمام مومی پیرواش که فقط ازش چی مونده؟ این کورش درش همه تخریب شده. اینجا حمام عمومی بود، اینم کورش بود. تنها درختی که ازش مانده و همین بنای کورش، دیگه چیزی ازش به جا نمونده. اینم حمام عمومی پیرواش، هیچی ازش نمانده. همین ساختمون کورش مونده. اینم چناری که تو حیاتش بود. یادش بخیر زمان بچگی ها، یادش بخیر. یه حسین آقا نامی بود اینجا مسئولش. اگه زنده که انشالله همیشه 3 سالم باشه، اگرم نم که خدا بیامردش. آدم خوبی بود. فعلا قربون شما.